فصل پاییز یکی از چیزایی که خیلی میچسبه کدو حلواییه. اونم کدو حلوایی که تعدیق شده باشه و برشته شده باشه. حالا اونو به هر شکلی که میخواین درست کنین، اما تعدیق کدو حلوایی خیلی خوشمزه است. قبلا هم گفتم زمانی که میخواین کدو حلوایی بخرین سعی کنین که گردن داشته باشه به این بلندی تا بتونین از قسمت‌های گوشتی اون که صافه استفاده کنین. بعد از اینکه کدو رو شستم قسمت گردنشو در میارم، پوست میگیرم و اونو تکه تکه میکنم. تعدیق کدو حلوایی رو به هر شکلی که بخواین میتونین در بیارین، با هر سایزی و هر قابلمه و تابعی. حتی این برش هایی که من دارم میزنم 1 سانت قطرشون هست، کمتر یا قطر بیشتری داشته باشن. امروز میخوام ترچین درست کنم. ترچینم میخوام به شکل گل باشه. پس از این قالبای اشکی شکل استفاده میکنم. و به این شکل با این کاترهای اشکی شکل گلبرگ‌های گل تهدیگمون رو در میارم. هیچ نگران این که روی هر کدوم از این برش ها چند تا گلبرگ در میاد نباشین، به خاطر این که بقیه اون رو دور نمیریزیم و از اون پوره کدو حلوایی آماده میکنم. لینک تهیه پوره کدو حلوایی رو هم براتون این بالا میذارم. از این پوره میتونین در کیک، کاپ کیک، پنکیک، دسر و حلوا استفاده کنین. اینم طرحی که میخوام برای تهدیگ کف قابلمه بچینم. خب ببینین اینم یه مدل ساده است که یه روز درست کردم ترچین. بعد از اینکه آمادش کردین برنج روش میریزین. اینم یه مدل دیگه. در هر صورت هر مدلی که باشه تهدیگ کدو حلوایی بسیار خوشمزه است. یه طرف اون کاملا برشته و یه طرفش لطیف و خوشمزه. خب بعضیا نتونستن خودشونو کنترل کنن و یه دونه برداشتن. یه دفعه هم به این شکل گل و برگ در آوردم و اونا رو توی قابلمه چیدم. اینم نتیجهش. اگر میخواین روی تهچین کدو حلواییتون برنج زیادی بریزین توی قابلمه و اگر میخواین فقط تهچین کدو حلوایی باشه حتما توی تابه اونو بپزین. امروز با هم میریم یه تهچین کدو حلوایی توی تابه بپزین. همینجور که میبینین گلبرگ‌ها رو در آوردم، یه دایره هم برای مرکز گل در آوردم و کف تابه رو یه مقداری روغن ریختم. حالا گلبرگ‌ها و مرکز گل رو میچینم توی تابه. مواد تهچین رو آماده میکنم. 2 تا زرده تخم مرغ، 4 قاشق ماست، حدود 2 قاشق گلاب، البته گلاب سنگین اگر باشه یا همون گلاب 25% 2 قاشق، در غیر این صورت نصف لیوان. یه مقداری روغن حدود 4 الی 5 قاشق. مواد تهچینمون آماده شد. حالا برنج رو روی اون میریزم. شاید الان بگین که چرا زعفران نریختم. نتیجهشو براتون میگم که چرا زعفران نریختم. اگر برگردین به اوایل ویدیو میبینین تهچینی که بدون زعفرون تهیه شده طرح کدو حلوایی خیلی مشخصه، اما اون تهچینی که با زعفران تهیه شده طرح کدو حلوایی اون زیاد مشخص نیست.
برنج رو با مواد ماستی یا تخم مرغی تهچین مخلوط میکنم و بعد آروم اونو روی کدوها توی تابه میریزم. جوری بریزین که طرحتون به هم نخوره. میتونین لای کدوها رو پر کنین تا طرح سر جاش بمونه و بعد روی اونو صاف کنین. یه مقدار برنج مونده بود خیلی کم که اونم روی تهچین میدم. البته اینم جزء تهچین میشه به خاطر اینی که یه مقدار آب تهچین رو به خودش میکشه. حالا برای بخار بالا دادن هم یه مقداری حدود 1/3 لیوان روی تابه آب میریزم. بعد اونو دمش میکنم. اینم یه مدل دیگه است. از هر قالب و کاتری میتونین استفاده کنین و طرح بندازین، یا اینکه به صورت ساده برش بزنین کدو رو و تهدیگ یا تهچین کدو حلوایی آماده کنین. اینم نتیجهش. چون این تهچین رو توی قابلمه پختم و فقط تهچین بود و روی اون برنج نداشت، به این شکل در اومد. پس بهترینی که مثل این توی تابه بپزین تا یه تهچین خوب و عالی داشته باشین و از طرح اون هم غیر از خوردنش لذت ببرین. دوستان عزیز، جای همه شما خالی و خدا نگهدارتون.